امروز مثل هر روز دیگه ای گذشت. ساکت، خسته کننده، پر از فکرای لعنتی که ولم نمی‌کنن. گاهی حس می‌کنم همه چی از وقتی شروع شد که پدر و مادرمو از دست دادم. میگن اونا رو کشتن، اما پلیس حتی نتونسته یه سر نخی پیدا کنه. هیچ اثر انگشتی، هیچ رد و پایی، انگار قاتل نامرئی بوده. صدای جیغ مامانم هنوز توی سرمه. بابامو میبینم که بهم میگه سیاوش فرار کن، ولی هر بار که میدوم نمیرسم. پدر بزرگم میگه باید قوی باشی، میگه خدا کنارمه، اما چرا حس میکنم حتی خدا هم منو فراموش کرده. گاهی حس میکنم دارن منو نگاه میکنن، سایه هایی که تکون میخورن و قصد جونمو دارن. یا شاید خیالاته. پدر بزرگم میگه شیطون هیچ وقت بیکار نمیشینه. حواست باشه سیاوش، ولی مگه شیطون کیه که اینقدر منو میخواد؟ همه فکر میکنن من قویم، اما نمیدونن هر شب ساعت 3 صبح بی صدا گریه میکنم تا نشنون. گاهی حس میکنم خستم از همه چی، از زندگی، از این کابوس بی پایان. اما وقتی پدر بزرگم دستمو میگیره و میگه پسرم، تنها کسی که تو رو هیچ وقت تنها نمیذاره خداست، یه لحظه نفس میکشم، انگار یکم نجات پیدا کردم. هنوز یه سوالی هست که مغزمو درگیر خودش کرده: کی پدر و مادرمو کشته؟ هر بار که بهش فکر میکنم خشم کل وجودمو میسوزونه. قسم خوردم به هر قیمتی که شده پیداش کنم. گاهی شبها از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، انگار این شهر داره یه چیزی رو ازم مخفی میکنه، یه رازی که هنوز کشف نشده. امشب دوباره اون حسو داشتم، یکی داشت نگام میکرد. مطمئنم یه نفر یا یه چیزی همیشه دنبالم. پدر بزرگم میگه نباید خودم رو عذاب بدم، ولی من بدون جواب نمیتونم زندگی کنم. قسم میخورم یه روز حقیقتو پیدا میکنم. فقط منم و اون قاتل، هر کی باشه، هر کی که باشه، به خدا قسم نابودش میکنم. و اینو میدونم امشب که سرمو بذارم رو بالیش، کابوسم تازه شروع میشه. خاطرات امروزم. سیاوش نوراللهی.